تقدیم شاه اسر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اختتام نیک فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روی کار آمده است، تقسیمات آن در ناحیه شهرستان آغاز یافت. این اقدام نجیب به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده برای احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطندوستی و وطنپرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان روانه گردیده است. مردم سربلند ناحیه شهرستان از آغاز تطبیق این اقدام وطندوستانه اظهار سپاس و قدردانی نموده، از جمله تاکید نمودند که آموزش کتاب شاهنامه و تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند کشور مساعدت خواهد کرد. بسیار شاد هستم که امروز تحفه پیشوای ملت در رف کتابمانی ما جای دارد. کتاب شاهنامه فردوسی که از تاریخ ملت ما شهادت می دهد و قهرمانی های رستم داستان که در این کتاب جای دارد باعث خرسندی است که هر یک خواننده، هر یک ساکن ناحیه شهرستان از آن باخبر می شوند، آگاه می شوند. در واقع ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمان‌های مردم زمانش سخن نموده، به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادت‌های آریای نژاد را زنده گردانیده و خدمت نسل‌های آینده گذاشت. سال‌های گذشته و یک کتاب تاجیکان به همه ساکنان ناحیه تقسیم کرده شد و همه مردم بسیار یک خرسند شدن. من حاضر من دو جلد من آورده دادن. من باور دارم که به همه ساکنان دیگه و هر یک خاندان این کتاب تقسیم میشد. جوانان خوانده از تاریخ خلق تاجیک، از ملت تاجیک خبردار میشوند. ساکنان فرهنگ پروری ناحیه شهرستان تاکید نمودند که فلسفه بزرگ فردوسی ما را از گذشته‌مان آگاه ساخته برای نسل‌های امروز و فردا سبق آموزنده و عبرت بخش می‌دهد، به خصوص در روند جهانی شوی که از بین رفتن دولت‌ها، ملت‌ها، زبان و فرهنگ‌های بومی را در پی دارد. ما با افکار و اندیشه‌های وطندوستانه و هویت‌سازی شاهنامه نیازی بیشتر داریم. مورد ذکر است که این اقدام نجیب و فرهنگ پرورانه سرور دولت در برابر دیگر تشبس‌های سازنده‌شان از جمله نشر و تقدیم اثر برجسته علامه باباجان غفورов تاجیکان به هر یک خانواده می‌تواند برای بالا رفتن حس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی هر یک ساکن کشور خدمت کرده برای تربیت نسل بیدار و سازنده همه جانبه مساعدت می‌نماید.